لن يبقى احد حتى يموت. یگان کس زنده نمیمونده، همه این شربت میچشیده. فالجین، اول جنیان میچشیدن. یکم کیا میچشیدن؟ جنیان. والانس، دویم انسانیت. یموتون، هر دوش میمردیان. و کذا الملائکه، ملائکه میمردیان. و حملت العرش، حاملان عرش میمردیان، عرش برداشتگی ملائکه ها. و یبقى الحی القیوم كل شیء حالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. همه را خدا میگه میکشم، من حکم جاری میکنم، همه را میکشم، میگه مگر این که من خودم میمونم، خلاص حکم من جاری میشوه، همه ما میمریم، هم از این دنیا میگذره. خوشا به حال انسانی که از جهنم خلاص خورد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ای مردم، خدا امر میکنه برای شما ملک الموت وظیفه دار کردگیم که جانای شما را میگیره. نام عزرائیل ملک الموت آمده بوده. حضرت ابراهیم میگفت است که علیه السلام نه جنت باشه نه دوزخ باشه، یگان عذاب نباشه. هر آدم یک بار عزرائیل به صورت هستیش بینه بسش عذاب. نه جنت باشه نه یگان چی نباشه گفت عذاب الهی دور کنه. همین عزرائیل به صورت اساسیش هر بنده یک بار بینه گفته بسش زندگی دیگه، همون عذاب بسش گفته، هیچ به خود نمی بیاید، هیچ به خود نمی بیاید. وقالوا هذا خاص بالانسان، نکه اما گفته این ملائک خاص انسان بده. فاین ذکر الموت للجن، اما ذکر مردن جنیان، انعام، حیوانات، وحوش، وحشی ها، پرنده ها چی؟ الله جل و علا شأنه گفت کل نفسین، همه جاندار، انسان و غیر انسان می در آمده ذائقة الموت، در این دنیا می چشیدین. بازگشت مقصد همین بود است که اینا پیش خدا می آمدین، اینها نیکی را می دیدین، بدی را می دیدین، از جهنم و دوزخ بودن می دیدین. ان همین ظفر و نجات جان غیر انسان هم حضرت عزرائیل می گرفته. اوارم که می گرفته؟ حضرت عزرائیل. یعنی که آن روز و اذا الوحوش حشرت، یکی نشانهای قیامت همین بوده که وحشی ها جمع کرده می شوند. همین دلالت می شود که می مردین با روز قیامت زنده می شدین. اینم دلیل